وقتی اولین بار خواستم نقاشی دیواری رو تمرین کنم مستقیم رفتم سراغ دیوار خونمون و خب اشتباه بود چون هزینه رنگامیزی دوباره افتاد گردنم. حالا میخوام نشونت بدم چطور میتونی یه دیوار تمرینی بسازی که چندین بار بتونی روش کار کنی. این قسمت دوم از سری آموزش‌های منه. میتونی تو پست‌های پایین‌تر قسمت اول رو ببینی. خب حالا بیا بهت بگم چی لازم داری. یک عدد تخت آبرنگی در اندازه دلخواه، پرایمر، رنگ اکریلیک، قلمو یا قلتک. روند کار به این صورته که اول پرایمر رو میزنیم و بعد از خشک شدن که حدوداً 1 ربع طول میکشه رنگ اکریلیک میزنیم. من رنگ آبی رو انتخاب کردم برای زیرکار چون میخوام نحوه کشیدن ابر با تنظیف رو بهتون آموزش بدم. حالا خیلی راحت میتونیم از این بوم به عنوان دیوار استفاده کنیم و روش نقاشی تمرین کنیم تا به مرحله‌ای برسیم که بتونیم روی دیوار واقعی نقاشیمون رو شروع کنیم. این پست رو ذخیره کن که گمش نکنی. توی قسمت بعدی میخوام بهت نحوه انداختن طرح روی دیوار بدون اینکه طراح حرفه‌ای باشی رو آموزش بدم. پس با من همراه باش و این پست رو برای دوستانت هم بفرست. راستی کپشن رو بخون که نکات تکمیلی رو برات اونجا نوشتم و اگه سوالی هم داشتی توی کامنت ها ازم بپرس.